دیگر که من خودم میفهمم مادرم بیچاره خون دل خورد، لقمه دان خود از دان خود کشید، گفت خیر باش که می دخترم آرام باشه. نیتی که یک دونه انگشتر کشید دادی گپا رو بر من نزن. امی بیادرم صاحب زن شد، صاحب 4 تا 3 تا اولاد شد که بعد از او بازو خانه را خرید. چی ایوارم؟ ایوارم بیادر از خیر است. گنگس هستم. امی ایوارم. اما زمین بعد از آرسی خرید. زمین از بابا کلان تا میراث نمانده بود. نه پدرت مانده نه دیگه. خیلی دلم تنگ میشه پشت خورد. خیلی لگم تنگ میشه چطور کنم؟ مادر جان مرا خدا نمیمانه. تو بخی برو. تو را چیز گفته نمیتونم. بیخی برو؟ نه بیخی نرو مادر جان. نبوده بخی برو. گفته میانه تو بخی برو ببینیشم. زهر جان داینده ها گفتم اگه شوهر کنی نمیخوای چه قسم شوهر باشه چه قسم آدم باشه. متول در مورد از این چیزا فکر نکردم. من هنوز خوردم دیگه. وی هنوز خورده چیستی چند سال هستی تو؟ من چون میگم 18 هستم. خود یعنی من 2 ماه سکده خورده هستم. مرسی گو؟ حالا می اذیت کردم میری خدا فامیل خودت گرفتی. حالا دیگه چیز رو که تو خودم اذیت میکنی مادر جیگرخونی که ما میایم 1 ساعت 3 ساعت از کاروبار میایم ما رو سر صدا شما خیلی چی کنه دادم خیر ما هر قسمی که تو راضی سی و راضی بری همون رقم کنی هم کارشون بکنی هم جمع بکنی یک پله چپر راسته نمیکنن که این دختر خواهی کامزه اینجا چی میکنه؟ برای امور پدرم بگیره پدرم بیاد اون مریض است نوجور است جمع کنه نه دختر کی است که میگن مادر جان؟ زغال دختر خالم میگی؟ آفرین زغال چی میگن مادر با خدایی چی گپ است مادر برای امی چی امی کاکان پدر سمیلو رو میگی؟ خدا نکنه مادر جان چی با مامای گفتن او دختر اینجا چرا قرار شیشته اینا رو بخزیم برای خانه رو فرش کنی؟ صبر کن مادر اومدی مادر کجا آوردی ما را؟ حالا بچه قیمتی کن دیگه خالی تا قلوب از کجا کنم؟ بیخ بخی قلوب رو بری بخزیم بری اول قلوب رو ببری گیش کن باشه مادر برو ببری بینجا مادر بری قلوب رو ببریم اول کنیم مانده کچکشی آمدی بخیر باشی آمدیم مانده کچکشی برو خوشت خیلی خوراک اول کنیم قلوبتان اول کنیم که ما بخی خسته و مونده شدیم دیگه باش خواهی خیلی آبانو دیگه نیشم تو باید کزورشا نمیرسه من خیلی چیزی رو نمیدستم نه اصلا دختر اصلا کار میکنم کنی نسونوی مست دختر مست خیلی خوب بگی بچه از چه کنه اینجا خوب شد برم نه خوب شد کار مادرت میکنن دیگه حالا میگن که مدمت ما رو کجا آوردی خیر سال مادرت میکنن میتونی صبر بس میای یکی دو تا بگیرید واس کنید تو زورتان یک دفعه نمیرسه که یک دفعه بغل کنید ببرید یک دفعه دو تا نبیدین ببرید بگی جمع کن مانده کچکشی دخترم نگی که بکن میتونی یعنی صبر کن صبر من گفتم که واسش که زور نمیرسه بیار که ما بگیریم بگی ببرید
خیلی دوست شما اگر میخریم یاریم چی میکنیم ببریم بابری نوار خدا که خسته مانده شیم که این آزان صبح ملازم که خیستیم که جمع که نفس گرفتی برآمد به خدای نه این حال یک نفس راحت کشیدم شکر که همین رفی منطقه شده شکر کنم تا اگر دیدم تو خانه ما مقبول مازم این روز زندگی کردن رو میخوابیم به خدا نید اونجا رو میداشتیم نید اینجا وقت میشید اینجا میشید این طرف همین میره فی طرف همین میره فی طرف همین می طرف برده از روی بعد بسر نکرده بودم میامد از بغل ما تو خوب پخته کرده بود خیلی قطعی دکان بود نمیتم ترفتا خب برو خیره مقصد گذشته شد بیا که سالا از ما خوردن خونه بالاخره توسط قیصر خدشان کرد شکر خدا جان به خدا که خوش اسمم میاده امیم رفته باورم نمیشه میگم دیگه این طرفش نبیاین میشه زندگی خدا نفهمیده میشه این طرفا پت نشده باشه نه رفتم ندیدم چهار طرف هم چک کردم اومدم من میگم اونو اتاق به ما خود جور کنیم اونم اونجا کمیم گرفته بود اتاق خوبش بود همین میفهم امروز آمد که ما جنگ که اتاق خوبش خودتان گرفتین اگه نه اتاق قضیه چقدر خوبش بود همین اتاق ما تو بخور اونم اتاق ما تو بخور جور میکنیم اتاق دیگه به مادر باشه یکی دیگه شما میمونه جور میکنیم بیا خوبش میشه 3 نفره هستیم زیاد نیستیم خدا میمون اومد اونجا بشین خلاص مادرم شدیش نمیشه طرفا نچم نبود که تو نمیخونم ما خواست بیرون رو هیچ کس ندارم یا بار ببینیم من دفعه طرف دارم چک کنم برد سایی کجاست مادرش کمی دمی اتاق شده باشه اتاق چی کنم اولاد تولید دل از هر چی میکنم چه دلم کنده نمیشه میبرامدم دادم روی میامد هر کس در زندگی خود یک اشتباه میکنه نمیگم که اشتباه نکرده اولادم اشتباه کرده خم و اولادم از دلم نمیبرایه چی چاره دارم دیگه که تو خوشوی ظالم که تو شوی بی غیرت بیکاره شوی چی خواهد کرد چی کنم پیسه کم از پیش میگیرن میخورن خرج میکن دخترکم در به در میمونه اون دخترم تو کار بی عقلی کردی اندم دالیز مبرایم فکر میکنم خیلی دخترم دادم روی مبرایه مادر جان چی میگی من که رفتنی شدیم حالا بیایم سعی میکنم دخترم که چپ بیایم تو پلا شده چی وقت شده من نیده بودم ما میگم من نمیتونم که رفتم منوار رو بگم میگم که برای چی بوده که من میرم بخیر مادر جان یک چند نمانه کنه بتن بکن از درخت بکنی بسیار مزه دیگه داره من نوشته نمیتونم دخترم ما آموخته هستیم ناششتام میخوریم این دیگه میدید قویز من نمیتونم دخترم گپ تیر نبید دیگه این بودست من میرم یادن بود تکا بود که من میرم دیگه امروز از شایم شو و باید برم پیش من صحیح مادر جان حتما چاکلیت روان میکنم که بود میکنم باید تو کدام دو بود بخیامت کنده شده که هیچ همین ضرار رفته نمیشه آره اجازه دیگه که برو صحیح میگی با خانه که میره موقع میگیری یک چیز پخته میگیری که بچاشتم بشی دیگه که بخو بشی باز بریجه بشی باز برو باز به خانه تو میگی مدرایم چی میگم در خانه میگم مدرای با یک پخته میکنی که یا میگه کم بخو برو سرم شو میکنی باز شو میشه چند از من تو بازی نیکی برای با که برم بازی نمیکنه این باش نرم یک ذره رفته و بشینه رفته چی شد؟ باید باش صدا میکنم مادر جان مامان رفتن که میرا رو برده خانه پدرش دیگه از خاطر خانه هم نه خانه رو چپا میکنم دیگه عبید جان چی شد؟
چی ناز دادیم خب بچه مامایم هست دیگه یک جان گفتن خب گناه ندارن. زمین بشینیم که اینجا ششتر هم میذارم. باشه خیلی مادر جانی طرف کش میکنم. اینه. بابا جان. عبید. ماما صدقه بیاره چای بخور جانم میخواد واقعی کن. چای در شده هم بابا چی میگه؟ بخشی بیشتر از من چی دی؟ خواهش میکنم. نیزم دوی طرف بشه این طرف عبید. این طرف بشه. نه راحت بشیم میشینیم قش خانه دختر. خیر باش ما چای بندازم. برام میخوری؟ زخم خالی بالا میشه فقط. آقا چی میگم؟ سنجام رسالت کردم نیمانی هم جا. بیارزه داره بچه. باش آره خانه را. سمیرا گفته خالی فقط کنیم؟ مامایم گفته که میبرم مجا. کاش کاش نه تو طرف کاش. این سایت هم جنگلی های زیر شما جورو نکردیم. خواجه مادر خیر کارک جور کنیم. باز تو شکار. جارو گم شده حالا گم شده بیا واس تو بیا. بگه آور کدومش بخیم مانده شد. جارو خیر قبول سه است که مشکل نمیشه. گرمی توش تو را گرمی دیوانه کرد کلا گیره. باش. این تو شک سوار اونجا آور کن. بالا او کنی نه اینجا آور کن. باش بیدی اینجا آور کن اینجا. خانیمم نیست. بیا. که میره بابا یکی دکشون. توی خانه ما تاریک است. مادر ماما بیا دیگه تو چنا کدل خاموش کنن یعنی تو غیر گپای کجا بندازم دیره. با خدا من خواه آوردن نمیدونم لو جارو دادم. پس بیا جارو. هم نداری اولی باید خطی دیگه این آور کدری ازی. میگی تو هم میاری. بیا بیا ندارم. خانه هم سر داره او خب دیر بعد میای او چطور اولی بیا اون پیزار مامای اون میگیره اون شناسی اوره چی رقم آور کنیم پشت روی داره؟ تو سعی کنی آور کن تو مش این تو حال زیر جنگلی اون طرف برابان باز جارو کنه که ما مانده شدیم خب پارتام خدا چند دقیقه کش کن خب تیری خیر است وای زیر توشک میشه یاش؟ بالکل زیر توشک میشه کش کن ای نال اینجا خوب شد نه گپ است نه سخن است نه بینم نه مادرکت است که ما را آزار بده با این خاک زبان داشتی سلمه مادرم سلما این خوب شد بیغم شده چه شد نه نه مامان ده بیرون است. مشکلی دخترم چندان از کار نیست. بیازی دخترای زمانه که برو شکر کامل به خدا باور میکنه آخر که تنها در مخانه میشینه این ماما اومدی دلم جمع شد این یادامات من یا ورزن من اگر شد یکی از وارم کش میکنم کتی خود میارم که از تنهایی برایم حالا این ما که آمدیم دیگه کسی نیار گمش که ما ازم گیر نما بریختیم دیگه حالا میره که دیگه هم کش کردم میاری ما از خاطر نمای سو بریختیم که گوشتای ما رام شود میگه من از تو گریزان تو در دم ما میزان چی کنیش؟ خیره میگه بعد قوم باشی قوم نباشی رو خدا روز بعد نبینم همون قوم بعد هدف میخواه یار اینجا دیدی روز بعد نبود حالا چرا یه پر کده آوردی چه نکشیدن از خانه؟ چه روزگار می بیره اون نداری خانه اون نداره کلی چیزا حالا چرا یه پر کده آوردی که نفس میگه او نداره اینجا نداره بچه نه دیگه چطور کنیم؟ تمام روز بانگی که کسی مرد باشه نگه آینه ماینا ایسونون صافی کنی کنی کنه خرشون بیا که آور کنم رو که بخسته بریم آور کنی نه برو برید در خانه مادر شاید باشه وی نیست ای مادرم چی شد؟ دمم شد مادر مادر باشه ما اتاقه دیگه رکت فکر کنم تو ببین مادرم چی شد؟ نیست اینجا خب باش که مولی رو در ببینم اتاق قمیمون نیست برو سعی که باشه برم سعی کن باشه من بیام خیر در چی حالت هستن؟ مادر زندگیشان در نظر نداشتی دخترم این از پیش تو چی رو اتفاق کردی بیا تو که پیش خودم بودی خو یک چیزی کمتر خو برات میدادم دخترم مادر مادر چرا؟ یک چیزی نه بچه نکنه پشت همه کنم گریان داری مادر گریان داری؟ یا پشت داماد رو تکشیدی چی کنم دامادم نکن گریان مادر من میگم کجاستی بس خونه رو لگت کنیم صدقه چی هم علامه دی پس خانه گرم شیشتی مادر بخی مادر جان چرا گریان داری بخی تو بیا که بریم اتاق بریم در اتاق بریم اینجا بخی چرا صدقه چی هم مادر گریان داری خب چیز شده؟ خورت یادم میام خورت چه باشه اولاد از دیگه اولاد خدا کسی سوزان دختر میتونه مادر همینجا بود دختر میاد چیزی که پخته میکنیم خب برام دختر خو میداده مال چی خواد کرد قبل کدام گوش نره دیدی مادر خودت هم پیسه دادی کشیدیشان خانم بچه خلق ما خود ما تنگ کردین که چرا رو پشت ما آوردین چرا رو
پشت ما آورده مادر تو میدونید مشکلات ما را خیلی ما مشکل داشتیم مادر جان صدقه چه وقت گریان کردن است مادر تو خود دیدی کمی میراث دعوا داشت یعنی دیدی افتر شی شب شد باز شو نگاهی شو نمیشه محتر است مادر جان وای پیاده خو نمیدی که بویم شو میشه شو تو نگاه میکنی مرا میفهم برو خیر تا چبلی دختر شو میشه خیرم شو من صبح حتما میرم صبح بخدی جایت یولا نه مرا سعی مادر جان من چبلیای تلوان میکنم بدوزم شو بشی صبحکی در سلقینی نماز که خوندی برو بخیر نمیری یک رازا که برای سر وقت خدا را نمیتونم نمیفهمم گپا چی بگویم میشه الان پشکتر به خدا که با نگیری کنی من خود کسی بیخیم کم بد مانگه اگر راست چی کنم نگاه از من شویم است پدر اولادایم است چی تو کنم خیلی نمیری یا نه دیگم جمع برم دیگه خودشم خانه پالیدن رفت حالی نکنین نو باید چرا بجای از دیگه خانه رو چپه میکنین نگون کار دیگه کشک میکنی دیگه چی میکنه خدا مجبور خانه رو زرجو کنی وضعیت خراب است کازمستان سرمانش یک دفعه به خدای چی دستکای از یم خدا پخش کردم دستکاش میده شده اما دیدی کجا از کاش کارزر اعلام کردی نباشنی کنه باید از بابا خدا خوامان داره انا بخیر خدا بخیر شما را کنه جانم میخواد تانت بمی دلتان آباد کنید مقصد همی سنگکی نکنید که سمت یا همی گل خوب بشه اگر نیم مکانی هم کنکریت میندازیم بخیر ولی یا خانه با من جور کو جانم میخواد همه تو قربان چیام خانه گیری برم جور کنه خانه کام بیتی خواهد وقتی بهم سراشت جور میکنم مادر برا نمیخوری نی؟ خدا جانم مرگتان من کمک شما مرسل نه خیلی است یعنی چه که شما ببین اگر شما نمیدید تک تنها میشتون نان میخورد تشکر دیگه دختر تنها نمیمونیم همین دختر ما بزامت هست بدن خدا کنه خانه تایی پیدا کنم خدا میگه مرگف که دوست رفیق شناسایی است تا خانه جور میشه همونجا بریم بخیر خوش آمدین نه این در خوب بچه منی قدیمت شد باید بگن دخترها خیلی ببینیم بچه باش دستوری من تازه کن بیا بشی اینجا بشی جان تو مبروزت ناجور هستم که بشی دیگه اینجا مقصد خانه زنم مامای تا نیستا کار کنم با سر صدا کنه تام باسنا کن کنید که هم فردی هم کلاد برای کس نمیکنه چی سر صدا میکنه بیغم کنه نگافت نرسد گوشه تنها را سر صدا کنم زیاد کنم مریم هم میزنم مریم چرا میزنی؟ زیادی چرا سنا تره میزنی؟ گپ شد گفتم گپ شم نگو مریم به تو نمونده دختر مرا جا که تو مانده شد یک دونه دختر نازدانه داریم یا تو بودنی به تو مانده یک ذره کارم نکرده امروز پله چرا لاجمل بسته کرد وار کرد این نقی دیگه جفتاره آرام شانسایی که برزن معلوم است برو اینا دلک جمع شد دلم جمع شد از اینکه بخیده میدان خدا ورستی مانده بود اینا ولی دیگه بچه مریه کلیتونم بشکال کلیتونم جمع کنیم یک دکه و در سایه بانه که اینجا خوب بچه در میگیریم از شنگی یا نداره این از کرای خانم بیغمش 1000 پا مای کرا میتیم 500 شایی بچید بتا 500 شایی بچید بتا خلاص مادر میگه جمع کنی چی جمع کنی بگوش جمع شد کوچکشی هم عذاب خداست به خدای تو مانده میشن مریم مادرت هیچ کار خوب نکرد آورد از اونجا اونا از پیش مادرم جدا شد به چقدر دعوا و جنجال آورد ما رو پیش زن کاکا انداخت کی دیگه گپ شو یک چی شو صبر روز باز گردن مرا محکم میگیره که ما چون توی رقم شد تو رقم شد توی کارا میکنی با صبر روز گردن من اندازن آمد پیسه را کلش گرفته دو سه بعد زن کاکایم داد خب با صبر روز باز دعوا و جنگ شد باز مرا محکم نگیرن سنا جان کجا از گپ من میشه مادرم مادر من گفتم هنوز یک قفاق دیگه مرا زد گفت تو غرض نیست در کار من کجا مادر مزگب ما تو میشه اونم کار دل خودم میکنه بچه جدا میراث دعوا داشت خیلی تو میکردی خب میراث دادم دیگه خب اولاد خونه گپ شمارم گرفتم گپ مارم گرفتم اون دادم میراث چه خوره اما دلم خونه نمیبره مادر جان تو کاوردی برو خانه خودش میاد دختر هرچی نباشه آسونا دو عروسی کرده بود امروز نه فردا جدا میشد میرفت از اینجا عروسی کرده بود اینه اینی میره عروسی میکنه باز چی تو میکنی
خدا جگرخون نساز ولی اگه یاریست که میکنه خود دلم جمع است که زندگیشان خوب است گوش نه و توش نه خود دخترم نمیمانه خوش خوب بالای سرش نیست مثل مار کپچه واری هر دقیقه نیش بزنه او را خود نمیبینی مادر خوشو ندارم خوشو اندر دارم بی خوشو خود نیست برو خوشو اندر تام بسیار دختر خوب است هیچ کس در زندگی خود تو نفر نیست که مشکلات نداشته باشه حداقل مشکمت خود سیر می باشه تن خوبت می باشه روزایی که چادر بی خدا رو دگرد گلونش انداخته نه از خوراکش خبر داره نه از پوشک مادر خیر گریان نکن دور خود نرفتن میری موالشان پرسان میکنی مادر خیر اگه آسونات با چیز نیاز داشت من میگم مرا زنگ ده من میبرم برش میتم این کدام چیزی نیست فقط بوی رفته خدا نخواسته مرده یا رفته خارجی مارش خدا نکنه بچه خو اینو میبرم دادالیز میبرم خیر فکر میکنم که دادم چشم میدادم روی میاد یا سرم صدا میکنه مادر جان بی خبر شستگی باشم یک صداش میاد گوشم ماما متاسفم مادر جان آلبان کمو سر پای خود استا تا چی وقت با امید تو سلمان میشینه من موشو خدا بانه که کار کنه فردین کمو سر پای خود استا کار کنه بچم خب بازم اولاد است میشم اولاد است مادر سایز من درکت میکنم خب خوار مام بودم یا من قبل اشتاسونات دق شدیم یا قجیگرخون هستم ولی از یک نگاه خوشم هستم که حداقل زندگی خودم میفهمن صبر زمین آینده فردین خوب میشه اینا فردین چی میکنه اونجا مجبور است بره کار کنه اینجا خوخونه خرج خوراک شما میدادیم دوزی خب پیش نمیره دوزی خود نمیکنه اونجا است که دوزی میکنه اینجا خزمو میکنه بره کار کنه عاید کنه پیسه پیدا کنه بیاره بزن خود که زندگی خود بفهمن میریم دیگه بچه‌م بیاد فلان کده بسرمون چی ولی چرا این خانه رو مشکل نداره باید چرا این دفعه پشت خانه دیگه من یک ذره چی گرفتم مادر ای چوبای از این ستونای کلان است خشتگل که یک ذره گرنگی زیاد آمده تو کپش میکنه بچه‌م به نظر من مشکل نداره خب من زیاد در خانه نمیفهم واه چقدر خوب وارد در دایمی کنم نمیدونم مشکل داره بعد خدا نمیشه میفهمه باز خانه نو که جور شده ایت کانکریتی و یک یخ یک رقم این خانه یک باز عادت میکنی بازم بخیر خیر مادر ما خانه خود بریم دیگه نیال شما کجا برید شما زدنی فامیل هستین هستیم خطابه اینجا باشه من شما خانه رو چپا میکنین دیگه مجبور میکنین که ما بریم دیگه برای اینجا بفهم من همه چی میگه فقط شما ایرم میکشین باید امیر باز کن خود دل آدم نارام میشه بچه میگه خانه پیدا شد یک جایی نشه آقا باز پشت خانه های مردم همسایه داری چقدر سخت است مادر نارام مونده شرایط خیلی اینه خیش بمشن سعی مدار شد دیگه رقم ناپار هستم دیشه کار نکردی منی دادم تفلی همه تو بودی بچه بس او باید نمیخواه؟ بس هست میخواه تشکر خیش برو امیر شدم خیلی من با مادرم دیگه مندازم وقتم خودشون مندازه با خود با مادرم مندازم وقتم اول به خودت بندازم محبت بیا چرا کالا گروی را ما نمیتن گروی را تا که یک کراس ارش نمونه میگه حرام است فردی بچه میگه به ما دیگه قراری کرده نشی پشت کار بار دیگر بچه اینالی هم پیدا دیگر ما پیدا کردن از کجا میکنی بلد نیستم کجا برم پشت کار خب اونجا اندیوالای بود اینجا بلد نیستی بگرد کچم چارز بگرد یک خندیوال پیدا کنی خوب سریع زیاد مترس کده چالان نکنم میرم ماموس خرج کار میکنه کار کو بچیم درد راحت هستی همه جا کار کو مقصد پیسه بیار نکنیم چی کنم سو برو دیگر بیا خفتن بیا مقصد یک چهار پک کار کو بیا حالا گوشای ما بیرام شدیم اینجا آرام شدیم آرام حالا اونجا هر دخه جنگ هر تیشان گم میشد ما رو قایم میگرفت نزدیک بابت که گم شد ما خود نیستیم خودشان میفهمن دوزخ پیدا کنه کی دوزی کرده تا بالا سرما بود حالا نانوچان نگو همون ننگ ناموس بیادرت هستن خیلی باشم دیگه خیلی بخدا مگه من لازم بینه که نانو یک نانو رو دارن امیرم گاه جز بگیرن گاه یک کار میگه خدا هست خدا من چی دوزی کردی من دوست بودم به نظر خوب کار کرد یکی لالاجمل اون گفت که شما خود سیاسر هستین دیگه 3 زن جوان هستین کجا برین اینم اینجا خوب است که ایرم میشناسیم ما زن مامای ماسته اینم اینجا بشینیم تو بخیر صبح برو سلام زیاد بگویش بگویش از طرف مام موچ کن بگویه نه تا دیگه شویش نه تا بدخوی از چی تو کن 4 ماه ندیدیم خورک بوده دلک ملاق میدنه جانم جیگرک منو نواسه منو با اولادت از دیگه مادر جان باید دلت تنگ شود پشتش دل من که خوارم از دلم پشتش تنگ است چی کنم چند دفعه گفته میشم مگه میش به گپ نمیفهمم نه میگم مرای تو رو گفتم نه
از اول رد دادی از اول گفتم رد دادی چه پتا گیری بشینی مادر جان تو بدخوی هست صدقه چما حال پدر بدخوی نبود چه رقم مرزامش کرده بودم که میرفتم میگفتم بیا که رفتیم نه تو بگیریش میگفت تو اجازه نیستی مال اجازه خار مادر نه تو میگیری شیشت قرار مرد که اجازه هست که برم نه بشی خیلی حالا اگه تو چه وقتی جمعی بود تو چه وقتی بیکار میفتید یک گوشه خانه آسوناتون بخی دیوانه شده بود گفتی یگان تا آلو جا تنها 24 ساعت گریان نیست مادر جان تنها نیست اونجا اما دقیقا نمی قشوی از این قیمتی غیرتی می بود بچه قشویش سرمی خورد استاد می بود با دلم درد نمی کرد مادر حالا چیز نباشه بود شویش دیگه طرف حالا خیر آقا مشاور چه دوستش داره دیگه خیلی چطور کنیم من که شوهرش می بینم بچه در دل من دازم چیزی نمیم چندان چیزی نیست میفهمم مادر خودت مریض هستی نکن جگر خونی دکتر گفت باز مریض میشی پیسه هم دختر که تشاوری کرد که باش که پدرش پیسه داره پول داره باش که از پدر خود میراث مونده میراث بگیره مادر اونو خلاص شد کدوم اون میراث گرفت دیگه بعد از چی رقم زندگی میکنه بعد از آینده خودش چی رقم جور میکنه نمی هر چقدر پیسه که بود اون خلاص میشه کدوم پیسه نیست که تا آخر زمان وره بچرانه دو پیسه که بگی بخوره و بشینه تو خونه میشه مادر مجبور است فردین بره کار کنه با آینده خود فکر کنه آینده از او نامعلوم است امیال رام امیال من 100% امی هستم که بازم آسونات روان میکنم پشت پیسه من خود این دفعه پیسه نمیتم تو این دفعه اجازه چی کردی مادر جان نمیتم از امرای به مشوره نکرد گرفتی پیسه را دادیش اینو اون پیسه خود اجریان بیاجی یا بود که مادر جان صحیح امیال منکر شوندگی شما باز چی تو کنم من نه خب بیاجی چطور منکر میشه حالا دیگه منکر شده نمیتونه مادر جان بیاجی خودش سر تو لگ رو پر تمام کرد بیاجی کدوم کاره خودش تو لگ رو پر سر برو مادر گمش کده قصه از گپا نباش من میگم صدقه از مادرم شام کجا آمده فقط ما دخترات نیستیم برای باسنا چطور جگر خونی میکنی خدا داریم بچه حالا اینجا بشینیم خواه اونجا از خاطر عبید لالا خوب به ما بیادرم است که چقدر کارا نمیکرد کردیم حالا اینجا بیا اون خوب بیبیش هست اینجا بیا با خودم باز گردن مرا میبره میگه تو باز میبرایی که من چون فلان شده تو شد آره خب خوش نیست فرد اینجا که این خوب شد از اینجا آمده کی بایشون ده باش که درست پیسهشون خلاص شد باز اون وقت میفهمن که دیگه چی کار بکنیم دیگه اون وقت گردن کی را ما کم میگیره دیگه کی را میگن که ما رو میراث بده واقعا این کار که کردن آخر پشیمان میشن خب نمیشه که از یاد ما کنم چیزی خیلی سریعتر برادیم حالا ما که زنمون نداریم قبول کردیم حالا خیر بلا در پسش زیر یک خیمه بود ما زندگی میکردیم خاله آورد پیش زن کاکای ما رو آورد خیلی سپر زیگه بشه باز میگه خسته در پای کی میده میشه باز گردن ما رو کم میگیرن حالا خود تو میگفتی فردین کشگار میزنی وال دمست خود هستن گپ مرا گوش میکنن خدا کنه اینجا پیسه دیده بودن خدا کنه اینجا ساده کاش چون نمیفهم تکا شد خدا کنه کدام گپ نشده اینجا باز نمی جوانیان که کتان دیگه خسن ما دوزی کرده بودم خدا اولاد نال سردچار آدم نکنه نالو جان قصه نگر با خدا همون ینگیتان بسیار خوب زن است عاجز زن است حالا از او کی مانده دخترهای چی شکل است خودش دخترش نه دختر نداره تا بلا داره بلا سلمانش بلاست مثلا میره خارج میره مثلا خیلی خارج کجا خاطر تو خارج بود او هم خارج رفتن است دیگه هم بخواه آرسی میکنه بیغم میدانش میمانه شغالی بشه خیلی وقتی که او آرسی میکنه او خارج میره خودش چی میکنه خود چه میکنه بگیره بره دیگه ما حق خدا گرفتیم دلشون هر چی میکنه بکنه ما حق خدا گرفتیم پیسه که بر ما میرسید که گرفتیم دیگه نه دلشون خودشون میخوام پیسه کشن او خدای چرا سرم دوره کردم من پیش تو اومدم که باش مکتی ها تا یک گپ زن مشوره کنم تو دقیقا پیسه هم دید چی مشوره؟ حالا این بچه اجمل میگم این فردین خو میفهمی خودت که مکمل بیکار از کارمار نمیکنه بله که موشد گفته بخینیم گوشت موشد بخدای نه اون مجمل خمبخت صبح تا بگاه کار میکنه زامت میکشه حداقل با ما خو فکر کو امریکا و لندن نرفته 20 دقیقه راسته هر وقت دق شدی میتونی که بری مادر
صدقه چه مادر ما خیلی چی شویم ما رو جگر خون میکنی که خود نکو گریان نکو کاش که خارج میرم نه که پیش همیت نبود. خیره آل اول فیلم است باز ما آخرش میبینیم که چه رقم است آیا خوب است یا بد است. پیسه را گرفتین دو دسته به آوردین به دستش تسلیم کردین. صبر و زانمو پیسه تان خلاص میشه. این خانه را گرو گرفته خودش. این پیسه شما را تسلیم شد. صبر روز کدام گپ میشه پیسه در دستتان نباشه باز همین پشت من نگیره که ما چون که پیسه بتی یا این رقم شد یا رقم شد حق میراث بود خلاص میشه. دل ماسون خانه بیغم شوه بعد از او باز اجمل جان که کار کردم پیسه‌اش جمع کو باز میریم ما پای خدا پیش میکنم بعد خواستگار میرم تا که اجمل کار کنه پیسه‌اش جمع کن پیسه‌اش کجا جمع میشه در خانه خرج خانه میشه. یعنی ما 1000 تومان گره خانه تو سر ماماندی او فردین دادن نمیتونه خب مجبور است که اجمل اون مزال برده. میفهمی ولی خانه را که چطور میکنم او امی خود از خانه جواب دادم میشم رویشان بود نیده و خانه که رفته برای اوبای زنگ دیده که بیا اینجا خانه داماد خانه ما بشی اینا سعی که مامان چقدر ما اینجا بنات میکرد نگاه میکرد کل ما اینجا دزر یک سب زندگی میکرد ولی اون خیلی سعی که تو اوبای دم بیا اینجا خانه ما زندگی خوش تو اینجا دیگه نمزه چه بلبره